تمام نتیجه خبط و خطایی بود. سیاست خارجیش اون بود. سیاست خارجیش این بود که هر کسی که می اومد یه پولی کف دستش میذاشت. هر کی شما بدید موبوتو اومده شب تهران، صبح رفته 200 میلیون دلار گرفت. پول نفت میشه 24 میلیارد دلار. ملاحظه کنید در کشوری که مردم در بندرعباس در دهاتش با خاک تیمم میکنن که وضو بگیرن، به جای وضو با آب تیمم میکردن، ببینید چه کمکایی ما کردیم. بعضی از اقلام مهم این وام ها به شهر زیر بود. ایتالیا 1 میلیارد دلار. فکر کنید برای چی ما به ایتالیا پول، اگر گفتید برای چی ما به ایتالیا پول دادیم. شهبانو فرموده بودن شهر ونیز زیر آب نره. اصلا این واقعا یکی از عجیب ترین بذل و بخشش ها برای ملت گرسنه ایران. انگلستان 1.2 میلیارد دلار. اگر گفتید برای چی، آب لندن تصفیه بشه، آب آشامیدنی خوب لوله کشی کنن از دریای شمال، پولشو ما بدیم. انقلاب که داشت پیروز میشد، پرویز راجی نوشته اومده بودن گفتن 400 میلیون دلارش اون ندادی، اونا رو هم لطف کنید ما احتیاج داریم. فرانسه 2 میلیارد دلار بابت همین راکتور اتمی و انرژی و اینه که آخرم ندادن به ما و قرار بود اینا رو اول به ما بدن و لوتی خور شد. مصر 1 میلیارد دلار. بیچاره مصر واقعا اونم نداشت، گفت من چیکار از کجا بیارم پس بدم، احتمالاً ندادن به ما. افغانستان بلاعوض 300 میلیون دلار، هند 250 میلیون دلار، پاکستان 250 میلیون دلار. ما حاجی زاده بودیم، بابامون مرده بود، ارثی به ما رسیده بود، باید ببخشیم به دیگران، همه رو ببخشیم که از شاهنشاه تعریف کنن. بنگلادش 100 میلیون دلار، سنگال 10 میلیون دلار، شرکت هواپیماسازی گرومن 75 میلیون دلار، جمع 1 میلیارد دلار. ما بخشی از نیاز نفت هندوستان را با قیمتی کمتر تامین می‌کنیم. ما فقط قسمتی از بهای نفت را از آنها میگیریم و مابقی طی اقساط چندین ساله به ما باز پرداخت می شود. کمک ما به هندوستان بالغ بر 1 میلیارد دلار خواهد شد و به پاکستان نیز به همین میزان کمک می کنیم. به مصر و چند کشور دیگر خاورمیانه نیز به همین ترتیب کمک می کنیم. حتی اعتبارهایی تا مبلغ 200 میلیون دلار برای احداث کارخانه کود شیمیایی به اندونزی دادیم. به بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز کمک می‌کنیم. در سال اول اتفاق غیر منتظری در درآمد ما رخ داد. فکر می‌کنم برای اولین بار در تاریخ جهان ما تا 7% تولید ناخالص ملی خود را به صورت کمک بلاعوض و وام به کشورهای خارجی و حتی به کشورهای پیشرفته جهان مانند انگلستان و فرانسه دادیم.